میگه الرحمن رحیم. یعنی اول من اینو به شما بگم، ما با ذهن محدودمون هرگز نمیتونیم خدای نامحدود رو درک بکنیم، چون ذهن ما همیشه ظرف داره. ذهن ما مثلا برای بحث مالی شما اگه روی 100 میلیون باشه، ماهی 100 میلیون مثلا، اصلا نمیتونه درک بکنی که آقا میتونه مثلا یه نفر ماهی 10 میلیارد درآمد داشته باشه. ذهن ما نمیتونه، میگه چطوری؟ نمیشه. ما باید بیایم بهش بگیم چطوری. یعنی اول ما بخوایم بشه، بعد بهش بگیم ببینید شد، این راه چقدر راحت جواب داد، یا فلانی و فلانی و فلانی و فلانی رو دیدی به سادگی دارن مثلا این درآمد رو کسب میکنن. پس ما نمیدونیم که چطوری، اما فقط اینو به شما بگم ذهن ما نمیتونه درک بکنه نامحدودی یعنی چی. اینکه خداوند عالم رحمان و رحیمه رو هیچ وقت ذهن ما به صورت کامل نمیتونه درک بکنه. اما چرا این به ما گفته شده؟ برای اینکه ما بتونیم ظرف ذهنمون رو زیاد بکنیم. یعنی بگیم آقا این خداوند رحمان و رحیم هر چی رو که بخوایم به ما میده، هر چی رو که ما اراده بکنیم به ما میده و زمین و آسمان ها به تسخیر ما در آمده است. برای درک این مطلب اومده و این رحمان و رحیم رو به ما گفته ببین، یه مثالی بزنم الان این روزا خیلی راحت تر میشه به قول معروف درکش کرد. میگن فلانی اول مثلا وفاداری بوده بعدن دست و پا در آورده، فلانی اول مثلا عشق بوده بعدن دست و پا در آورده. خب خداوندم اول فرض کن رحمان و رحیم بوده، یعنی فقط و فقط بخشندگی بوده و بعد خلق کرده. خب اگه بتونی همچین چیزی رو هم یه کوچولو هم تصور بکنی، اون وقت میتونی به این نتیجه برسی که تو هر چیزی رو که بخواهی به تو میدهد، هر چیزی رو که بخواهی. حالا این رحمان و رحیم انقدر وسیع و عمیقه که تو باید هر جایی که یه نشد میاد تو ذهنت و ذهن تو میگه بابا اینو که دیگه نمیشه، نه دیگه به این بزرگی به این خوبی رو که دیگه من لیاقتشو ندارم، اونجاست که باید بگی الرحمن رحیم. آره من از اون دارم میخوام، اونی که نه توش نداره. پس رحمان رحیم هیچ نهی توش نداره. چرا؟ چون اصلا ته نداره که بخواد به تو بگه نه. خب اینم از این.